حوادث افغانستان الحال به وضع در ناحیه همدانی و فرخار تأثیر آشکاری نکرده‌اند. این گوشه‌های تاجیکستان را از ولایت تخار افغانستان رود 5 جدا می‌کند. مناطق آن سوی رود اکنون به دست طالبان گذاشته‌اند. مقامات میگوید در رابطه با وضع آمادگی خاصی گرفته نشده است. مرز جمهوری تاجیکستان آرام است. وزارت آرام است که با سوی انیخترش اون کمیته سرحدات خودشون میدونن که مدعیان اون اینفرماسیون دوانی آمادگی نیست. همه روزا کار رفته است. دهه درقد ناحیه فرخار با درقد ولایت تخار همسایه است. لب رود 5 از بلندی‌های ناحیه فرخار آرام می‌نماید. اما ساکنان تاجیکستان میگویند که آنها شبانگاهان صدای تیراندازی‌ها را میشنوند. ناحیه فرخار با ناحیه هم مرز است که حالا زیر تصرف طالبان قرار دارد. در پی تصرف شدن این ولسوالی‌های هم مرز با تاجیکستان، سربازان افغان در جنگ با طالب عقب نشینی کردند. مقامات رسمی تاجیکستان اعلام کردند که بیشتر از 100 سرباز دولت افغانستان در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجیکستان وارد شده اند. در بیانیه رسمی آمده است یکی از سربازان افغان هلاک شده است و 4 نفر دیگرشان زخمی هستند. منابع رادیو آزادی گفتند که زخمیان در شفاخانه ناحیه جیهون معالجه می‌شوند. مقامات ساحه بهداشتی در فرخار گفتند چون این حالت در این ناحیه رخ نداده است. در مواقع همه چینجای یگون کس آوادگی نیستن، یگون کس نیست. خیلی روبر مخینه میده یگون کس آوادگی نیستن، یگون شعبه در خوانگی نیستن. بعضی هم گذشتگی نیست در فرخار. بگذارم جمع شما سیتا تشکیل کردیم 2 بار 3 بار انا یگون کار نیست و طرف حکومت هم اصلا امنیت هم نیست. طالبان سالهای پیش نیز دهات هممرز تاجیکستان، ناحیه‌های درقد، دشت قلعه، خواجه‌غار ولایت تخار را چندین مرتبه زیر تصرف خود درآورده بودند. مقامات تاجیک هم گفته بود که طالبان تا 50 کیلومتری دهه‌های نزدیک مرزی تاجیکستان را از خود کرده است. در پی زد و خوردهای مقام‌های امنیتی و طالبان چندین گلوله به دهه‌های اهالی نشینی فرخار رسیده بود. مقام‌های رسمی افغان هم گفته بود که آن گلوله‌ها اشتباهاً به خاک تاجیکستان افتادند.